پیتزا به سبک ایتالیایی هستش، قراره لبه بدیم به دور پیتزامون که یه چیز خیلی خوشگل بشه. پس نیازی به بردانه نداریم، با دست می‌خوایم اجراش کنیم. ببینید این 4 تا انگشت ما لازم داریم. ببینید اینجوری. یکی از این ور، یکم از این ور. خب حالا دوباره همین کارو تکرار و تکرار تا فرم دلخواهش رو بگیره. یکم از این ور، یکم از اون ور که فرمش رو قشنگ بگیره. ببینید الان راسته یه قالب یک نفره شده. این ورش هم بذار انجام بدید. باقیاشو باید رو دست انجام بدید. یعنی دو دور که به چرخه راسته یه پیتزای 2 نفره باز میشه. بیشتر نباید به چرخ میدش. ببینید دوستان، ما الان داریم خیلی روشمون رو ابتدایی میکنیم که شما راحت تر بتونید تو خونه اجرا کنید. خیلی راحت تر دارم حرفامو میزنم که راحت تر بتونید کار انجام بدید. نمیخوام حالا زیاد مهندسیش کنم براتون. سس مایونز گرفته باشه تا سس کف پیتزا، آموزش‌های خمیر، مثلا با حضور آموزش‌های پنیر گرفتن، پنیر پیتزا و چیزهای دیگه. دونه بدونه ان شاءالله آموزشامون رو اجرا می‌کنیم. فقط کافیه ما رو فالو داشته باشید که گممون نکنید این شلوغی‌ها. خب ما الان خمیرمون آماده است. همینجوری که می‌بینید لبشو ببینید، راست یه انگشت قشنگ. بریم برای سس کفش. من سس دستساز خودم دارم استفاده می‌کنم. سس خیلی عالیه. حالا ان شاءالله بعد رسپشو تو برنامه‌های دیگه میذارم که لذتش رو ببرید. دوستان ما سس کفش رو زدیم، آماده است. میریم برای مرحله بعدی. مرحله بعدی خیلی مهمه. از آبشن استفاده کنید. خیلی رو پنیر پیتزاشون موقعی که کار تموم میشه برش نمیشه استفاده میکنن، ولی ما به خاطر اینکه عطرش در بیاد وارد غذامون بشه، کیفیت غذامون خیلی بره بالاتر، زیر کارمون استفاده میکنیم. این خیلی مهمه بچه‌ها. غذامون خیلی بره بالاتر، زیر کارمون استفاده میکنیم. این خیلی مهمه بچه‌ها، خیلی مهمه. استفاده کنید و خبرشو به من بدید. کافیه استفاده کنید، فقط لذتش رو میبرید خودت. ببینید به این سبک. برای عطرش واقعا نیازه. یه بار که استفاده کنی متوجه میشی. پیتزامون چون که ایتالیایی هستش و مواد کم باید استفاده کنیم. ما برای پیتزاهای به قول مثل مرغ قارچمون همیشه 200-250 گرم مرغ ریش شده استفاده می‌کنیم، ولی الان باید 100 گرم استفاده کنیم. دستش بستن کنم. پس ما نیاز داریم به 100 گرم مرغ ریش شده. بیشتر هم نیاز نیست. چون ایتالیایی یکم حجمش نسبت به پیتزاهای دیگه کمتره. خب ما مرغمون رو همینجور که می‌بینید پهن کردیم. الان میریم برای قاش گذاشتن روی مرغ. 20 تا 25 گرم کافیه. برش میزنیم و خب برشمون رو زدیم. الان تقسیم میکنیم و تمام. بریم برای پنیر گذاشتن روش. خب ما 100 گرم مرغ ریش شده گذاشتیم. اینم الان 100 گرم پنیرم که اضافه کنی بهش کافیه برای این سبک پیتزا. زیاد نباید پر باشه. 110 گرم من استفاده کردم. الان پوشش دیشم میبینید خیلی عالی در اومد. فلفل دلمه بهش اضافه میکنیم و ان شاءالله میریم برای پختش. هم فلفل دلمه بزنم که هم برای زیباییشه، هم برای طعم واقعیه فلفل دلمه داره. خب الان پیتزامون یه پیتزای 2 نفره 110 گرم پنیر استفاده شده دیگه، به اضافه 100 گرم مرغ ریش شده که عبارتی از حدوداً 200 گرم مرغ خام میشه، یعنی سینه و فیله خام. پنیر خمیرم من که حدوداً 400 گرم برای 2 نفر 400 گرم استفاده میشه. چیزای دیگه که حالا خورده ریز از 20 گرم مثلا قارچه و 25 گرم فلفل دلمه که زیاد تو چشم نیست. میذاریمش داخل فرو. ان شاءالله نتیجه کارو نشونتون میدم با یک کیفیت خیلی عالی بعد. چه کردین؟ دوستان نگاه کنید ظاهر کارو. پیتزای ایتالیایی اینجوری میشه. مخلفات وسط به قول کار یکم کمتر میشه نسبت به پیتزایی که الان تو بازار هستش.
به به دوستان نگاه کنید لبا رو چقدر زیبا شده. بریم تا مرحله آخر، بریم جلو پختش کامل بشه و انشالله نشونتون بدم. به به رخ کار رو نگاه کنید بچه‌ها. باورتون میشه این با 100 گرم پنیر اینجوری بشه؟ یه پیتزای 2 نفره حداقل 200 تا 250 گرم پنیر میخواد. من با 100 گرم اینا انجام دادم که هم اقتصادی باشه و هم عالی از لحاظ قیمت و حالا اقتصادی بودنش. اینم از نتیجه کار. اینم نتیجه کار پیتزای ایتالیاییمون. به به واقعا